سلام دوستا، خوش آمدین به صفحه رسمی بهرام یوسفی. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشین. دوستا بالاخره ویدیوی ما ادیت شد و دوستایی که مسیج کرده بودن، کامنت مانده بودن به خاطر درآمدزایی از فیسبوک که چگونه از فیسبوک، از صفحه فیسبوک درآمدزایی کنیم، شرایطش چی هست، چگونه درآمد را نقد کنیم. و خیلی دوستایی سوال کرده بودن که ما خیلی ویدیوهای ما ویو بالا داره، بازدید خیلی خوب داره، اما درآمد ما فعال نشده. بعضی دوستا گفتن که درآمد ما فعال بود و بند شده. خب دوستا، این ویدیو مخصوص شما هست. ما در این ویدیو بسیار نکات ریز میگم که در هیچ جای پیدا نمیتونین به شکل رایگان. و دوستا ویدیو رو اسکیپ نکنین. در اول براتون میگم که ویدیو رو اسکیپ نکنین، چون درست است ما 4 یا 5 بخش در این ویدیو توضیح میدم، پس شاید ویدیو 10 دقیقه 15 دقیقه طول بکشه. ما ازتون لایک، کامنت این چیز نمیخوایم، فقط ای که شما را بتونم مشکلتان حل کنم. پس ویدیو را اسکیپ نکنین، ویدیو را دقت گوش کنین که من براتون چی میگم. خب دوستای عزیز، من امروز در کل برایتان در 4 بخش فیسبوک و درآمدزایی فیسبوک میگم. بخش اول ما است که چگونه از فیسبوک درآمد کسب کنیم، شرایطش چی هست، و همچنان در افغانستان، ایران و پاکستان چگونه از فیسبوک درآمد کنیم که جزو کشورهای واجد شرایط فیسبوک نیستند. و بخش سوم ما هست که چگونه از فیسبوک درآمد کنیم و درآمد خود چگونه نقد کنیم. و بخش چهارم ما که هست بخش تیم خود ما هست که ما تیم خود برای شما معرفی میکنیم که تیم ما در این زمینه براتون چی کارهایی را کرده میتونه. خب دوستای عزیز، آمدیم در بخش اول، چگونه از فیسبوک درآمد کسب کنیم. سوال خیلی هایتان است. اولین چیزی که باید در فیسبوک رعایت شود محتوا یا اورجینالیتی کانتنت است که باید محتوا از خودتان باشه، چی صدایتان باشه در ویدیو، در محتوا، چی چهره تان باشه. دوستایی که سوال کرده بودن که ما 6 میلیون 7 میلیون بازدید میخورم اما درآمدم فعال نیست، دو علت داره. علت اولش که یا در افغانستان، پاکستان یا ایران هستن. علت دومش ویدیوها را کاپی پیست میکنه. یعنی چه قسم؟ از یوتیوب میگیره در فیسبوک میپرته، یا از یک صفحه فیسبوک میگیره در صفحه خود پست میکنه، یا هم از جای دیگه میگیرن. اونا محتوا مال خودشان نیست. پس این را بفهمین که شما کاپی رایت میگیرین و درآمدتان فعال نمیشه. و بعضی دوستای دیگه گفتن شرایطی چی است؟ فیسبوک در سال 2025 اعلان کرد که قبلا شرایط فیسبوک 10,000 فالوور و 60,000 دقیقه واچ تایم بود. اما فیسبوک در سال 2025 اعلان کرد که چیزا را ما دیگه کار ندارم. شما میتونین با 500 فالوور هم از فیسبوک درآمد کنیم. اما فالوور، بعضی دوستا میگه که من 2000 فرند دارم. فرند نه، از فرند شما درآمد نمیتونین. شما زمان میتونین که از فیسبوک درآمد کنین یا پروفشنال مود اکانت فیسبوک تان فعال باشه و یا هم که یک صفحه فیسبوک داشته باشین، یا هم آلت حرفه‌ای میگن در فارسی برش. خب دوستای عزیز، حالا کسایی که مثال درآمد نمیکنن در افغانستان و پاکستان هستن و اینا محتوای دیگر را کاپی پیست میکنن، شما اگر 10 میلیون بازدید هم بخورین و میلیون ها فالوور هم داشته باشین، شما درآمد نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطری که محتوا از خودتان نیست. فیسبوک روی این موضوع خیلی جدی هست که این موضوع رو به نام مونیتایزیشن پالیسی میگه. کانتنت مونیتایزیشن پالیسی.
این موضوع خیلی برای فیسبوک جدی هست که ویدیو از خودتان باشه. دوستایی که ویدیوهای دیگران را میگیرن، ویدیوهای فوتبال را میگیرن، از موسیقی استفاده میکنن و یا هم گاهی اوقات ببینیم که ویدیوهای از تلویزیون های افغانستان گرفتن، از کسایی که در افغانستان فعالیت میکنن، یوتیوب و فیسبوک در نظر میگیره، در صفحه خود پست میکنه، میگه من چرا درآمد نمیکنم؟ خب برادر عزیز، تو نمیتونی درآمد کنی. چرا؟ چون او ویدیو یک بار پست شده، یک بار او ویدیو بازدید کرده، هرچند که تو ادیت بکنی او صدای تو دو نیست، چهره تو دو نیست، یا با چهره تو باشه یا صدای تو باشه، تو هر چقدر ادیت بکنی و حرکت بکنی تو نمیتونی زود درآمد کنی. دوستی عزیز من، پس باید محتوا از مال خودتان باشه، ویدیو از خودتان باشه، عکس از خودتان باشه. حالا شرایطش چی است؟ شرایطش این است فیسبوک فعلا میبینه که شما چقدر فعالیت میکنین روزانه. وقتی که میخواین درآمدتان فعال شود، 2 ویدیوی دراز یا 2 دقیقه، از 2 دقیقه بیشتر باشه، 2 ویدیوی کوتاه 30 ثانیه 40 ثانیه و 2 عکس اپلود کنین که فیسبوک میبینه که شما اینجا محتوا از خودتان از فعالیت زیاد میکنین، براتون کانتنت مونتیزیشن دعوتیش خودش ارسال میکنه. نیاز بر شما نیست که سابمیت کنین، خودش ارسال میکنه تا تاریخ 31 اگست. بعد از 31 اگست یک آپدیت خیلی بالایی میه که فیسبوک گفته بعضی قوانین ها میه، یا قوانین خیلی سخت میشه یا خیلی آسان میشه، تا فعلا معلوم نیست. بخش دیگری که باید در موردش به شما بگویم این است که دوستایی گفتن که در افغانستان، ایران و پاکستان چگونه ما از فیسبوک درآمد کنیم. آیا میشه؟ امکان داره؟ بله میشه. هر چیز از خود یک راه حل داره، اما زمان میشه که شما باید محتوا از خودتان باشه. یک موضوع. دو موضوع ای است که شما از VPS استفاده کنید. فرق VPS و VPN خیلی زیاد است. VPN شما یک بار روشن میکنید پس خاموش میکنید، براتون یک IP میده، مثل که لوکیشن تان در امریکا نشان میده. او یک IP آدرس است. بعد از اینکه شما VPN خاموش و روشن کردین، IP تان تغییر میکنه و بعد از او فیسبوک متوجه میشه که این واقعا در لوکیشن اصلی نیست. فیسبوک تان در مزایش هم بند میکنه و شاید خود فیسبوک تان هم بلاک کنن. پس بهترین گزینه است که VPS استفاده کنین. البته VPS که هست پولی هست، ماهانه حدود $10 الی $15 هست که شما میتونید خریداری کنید و سالانیش که هست حدود 95 90 الی $100 است. به نظر من شخصا شما اگر سالانیش خریداری کنید خیلی براتون هم ارزان تر میفته و هم یک IP ثابت براتون بسیار راحت میتونید ازش استفاده کنید. و همچنان دوستا تیم ما و خود ما برای 6 نفر میتونیم که VPS خریداری کنیم. از 6 نفر زیاد نه، چون اما قدر اکانت های ما اجازه داره برای 6 نفر. اگر کسایی که میخواین VPS خریداری کنن از سایت های امریکایی، البته سایت های ایرانی قابل اعتبار نیست، از سایت های امریکایی خریداری کنین که من نام سایت میمونم براتون، از جا برین خریداری کنین. اگر خریداری نمیتونین 6 نفر دوستایی که بعد از پخش ویدیو که برای ما مسیج کنن به خاطر خرید VPS، فقط 6 نفر ما میدونیم برش VPS خریداری کنیم. وقتی که 6 نفر پرش پس ما نمیتونیم به دیگر بگیریم. پس هر کسی که میخواه زودتر از همه برای ما بگه، چون ما نامش ثبت کنیم و VPS برش خریداری کنیم. برای 6 نفر میتونیم دوستا، یادتان باشه اگر 6 نفر ما پرشت باز شما نگین که چرا برای ما نمیکنین یا برای ما هم بکنین، چون باز وقت ما نمیتونیم بکنیم. فقط تعداد مشخص ما 6 نفر است که برای خودتان هم میتونین خریداری کنین، با پیپل با کارت بانکی میتونین او را پرداخت کنین. این مشکل نیست. من لینک سایت و نام سایت براتون میمونم. و در بخش دیگه ای که چگونه درآمد خود را نقد کنیم از فیسبوک، کسایی که درآمد دارن از فیسبوک میتونن از طریق پیپل درآمدتون را نقد کنین و یا هم حساب بانکی که البته خارج از افغانستان، پاکستان و ایران باشه. و همچنان در این زمینه هم تیمی همکاری ما میتونن با شما همکاری کنن. درآمدتون از کشورهای مثل امریکا، بلژیک،
آلمان و ترکیه نقد کنن و البته اینجا سرتان مالیات میخوره. یادتان باشه کسایی که میخواین ما درآمدش نقد کنیم براتون 20% یا 25% کمیشن میگیریم به خاطر مالیات همو کشور. چون خودتان میفهمید به غیر از افغانستان و دیگر کشورهای خارجی مثل امریکا و بلژیم و آلمان از خود مالیات داره که باید مالیات پرداخت کنیم. و با خاطر تیم ما همراه کسایی که نمیتونن درآمد خود از خارج از افغانستان بگیرن میتونن که درآمدشان فعال کرده و برشان نقد کنه و بعد از او دمو 20-25% کمیشن مربوط تیم ما میشه. البته ایره براتون پیش از پیش بگویم کسایی که دوست داشتن میتونن که دم مستقیم در صفحه بهرام یوسفی مسیج کنن که ما میخوایم درآمد ما را شما نقد کنین و برای ما توضیحات لازم خود بده. و دوستا موضوع آخری که هست میخوایم همراهتان بحث کنم دوباره موضوع تیم ما هست که تیم ما همراه چه اشخاصی همکاری میکنه. تیم ما همراه اشخاصی همکاری میکنن که حداقل فالوورایشان بالای 100,000 باشه و دومی که محتوایی که اونا اپلود میکنن از خودشان باشه. اگر درآمدشان هم در افغانستان هم از فعال نیست و محتوا از خودشان است و فالوور بالا دارن بازدید بالا دارن ما میتونیم همراهش همکاری کنیم. انشالله در ظرف 20 روز یا 3 هفته میتونیم که برایشان کانتنت مونتیزیشن بگیریم و در این بین باید محتوا را تولید کنن و برای ما روان کنن. ما برایشان پست میکنیم و اگر کسایی که نمیخواین هم برای اونا مشکل نیست. فقط برای کسایی هست که بالاتر از حداقل 100,000 فالوور داشته باشن، 100,000 70,000 80,000 فالوور داشته باشن و محتوا از خودشان باشه. باید محتوای کپی پیست نباشه. ما اونا را نمیگیریم و سر اونا زحمت نمیکشیم. خب دوستا و کسایی که میخواین وی پی اس خریداری کنن البته از اکانت بانکی ما برشان خریداری میکنیم، مشکل نیست. برن سایت های امریکایی ببینن که قیمتش چقدر است. ما از او قیمت بالا 1 روپیه هم کمیشن نمیگیریم. و موضوع بعدی ای است که صفحه ما که هست برای 2 یا 3 ویدیو دیگه هم در این باره اپلود خواهد کردم و در صفحه بهرام یوسفی. پس دوستای عزیز ویدیوهای ما رو به دقت ببینین، خسته کن نیست، تمام معلوماتتان حل میشه. و کسایی که در این بخش مشکل داشت انشالله مشکل همیتون حل میشه. گفتم باید صفحه بهترین گزینه به نظر من صفحه هست. صفحه داشته باشین، خوب فعالیت داشته باشین، حداقل 2,000-3,000 فالوور هم داشته باشین، محتوا از خودتان باشه. روزانه 2 ویدیوی 2 دقیقه‌ای، 2 ویدیوی 30 ثانیه‌ای، 2 عکس اپلود کنین. در ظرف 20 روز کانتنت مونتیزیشن میگیرین. در ظرف 20 روز درآمدتان فعال میشه براتون. پس کوشش کنین. شروع کردنش که هست مشکل است، ولی وقتی که درآمدتان شروع شد مثل آب براتون پول میاد. بازم دوستا اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد و از ویدیوهای ما سوالات را که داشتین گرفتین لایک کنین، کامنت کنین و بازم اگر کدام مشکل داشتین در زیر همین ویدیو کامنت کنین. انشالله در ویدیوی بعدی من دوباره بحث میکنم و دوباره هم براتون معلومات میتونم، چون نام خدا مسیجات زیاد است نمیتونم به همیشه رسیدگی کنم و همیشه جواب بدم. تشکر از تکتان. از صفحه بهرام یوسفی حمایت کنین. دمتان گرم. لایک، کامنت. تشکر.